عید رمضان بر تو مبارک باشد، همراهی تو یاسین و تبارک باشد. در اوج فلک فرشته ها میخوانند، صد رحمت حق و امتان باشد. برادران اهل اسلام، الحمدلله و خداوند شکری بیادت که الله سبحانه و تعالی من این ماه بزرگ، ماه شریف رمضان، ماه خلافت انشاءالله، یعنی رحمت، ماه مغفرت، ماه عتق من النار، عزیزان من انشاءالله ماه پاک کننده گناه و اجابت کننده دعاها امروز جامعه خود را می پوشد و به نزد الله سبحانه و تعالی انشاءالله سفر قرار دارد. البته در این لحظه های خلافت شادی، در این لحظه های خرسندی تمام مسلمانان روی دنیا، خصوصا مسلمانان ازبکستان زمین، آن برادرانی که صدای ما را میشنوند و آن مسافرانی که در سفر هستند، البته شما عزیزان و مناسبت این فرارسی عید رمضان تبریک و مبارکباد میگیم انشاءالله خدا خواست. و خود شما الله سبحانه و تعالی از درگاه الله سبحانه و تعالی خواهان هستیم که برای هر یکی ما شما تنسیتی، خاطر جمعی و در خاندان ما شما فیض و برکات و خانه آبادی و این سال 2023 عزیزان من و طفیل ماه شریف رمضان، ماه پرفیض، ماه پربرکات شدنش را الله نصیب بدارد. البته در خاندان هر یکی ما شما شادی و غم فرا نگیرد و خرسندی ها بالای خرسندی شود و خداوند و سالهای بسیار بسیار با در این ماه شریف رمضان انشاءالله روزه داشتن و تراویح خواندن و ختم های قرآن اشتراک کردن الله سبحانه و تعالی الهان نصیب بدارد. و تو فعل این ماه البته در تمام دنیا تینجی، آسایشتگی، خاطر جمعی، فیض و برکات و دعا هستیم که الله سبحانه و تعالی در این دهه خلافت نار هر یک ما و شما را الله سبحانه و تعالی از آتش دوزخ الها خلاص بگرداند و خرسندی ها بالای خرسندی انشاءالله قرار یابیم. اما آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.